السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدا با کلی مردمی که ما را تماشا دارن میرسونیم. باوری کامل دارم که همه شما خوب اینجا برادرها. اینا بازم اگه دکتر علیم نصیب باشه با رکلام کسم ای برای شما که اون برادرایی که از درد دندان برادرها اینا باز اینا دکتر علیم رو رکلام کسیم برادرها. اینا نمرش در روی اکران حتما زنگ بزنید برادر جون. دندونا که در کیسه حتما زنگ بزن، نمرش توصیه بگیر ان شاء الله میفهمونن. خیر اینا برادرها بهترین اسباب زمانوی همش قاعده‌ای میتونه شما حتما زنگ بزنید. دکتر علیم بهترین انسان دستش سبوکه ان شاء الله. مرحمت زنگ بزنید از نام دکتر بختیار گپ بزنید ان شاء الله با سکیت هسته. همین دست من خدمت ماد برای برادرای مهاجری که دندونشون درد دارن. خدا دندونتون درد نکنه. اگر درد کرد حتما زنگ بزنید برای دکتر علیم رو زنگ بزنید. سلام مرا برسونید. اینو ما گپ بزنید ان شاء الله یک سکیت که ان شاء الله هسته. خدا ما نگهبانتون باشه. السلام علیکم برادر عزیز. برادر مرا در درونی فتابوش کردین. هر روز چیزی که میگن که بوکس داره. نه الحمدلله بوکس مایل وازی انا کانتا برای واسپالین شامل خوردگی، برای ریماتیزم، برای برسلوز، رادیکولیت فتابوش که به حد خوبه، فایده داره. برادر عزیز روزی که اگر پرسن که شما چه حس کردین باور که راحت کردیم، راحت جون همه با وقتی که وقتی واسپالین نمی بدن انسان بدنش نم میگیره ایره شمال میخوره بعد نم میگیره. وقتی نم گرفته اگر ما توبه نکنیم بعد اساسا واسپالین استخوان بعد میره. اما وقتی نم بدن آدم میره که هم سبب میشه هم استراحت میکنی راحت. باور که این بدنم خیلی کردن بدن ما نمی بدن ما برآمده است. بچه گفتن برادرها که التماس هم برادرایی که گریج دارن خصوصی را نخرین. شما آدمی که گریج داره شما را فایده نداره. آدمی که استخوان‌دروز و پراتروز و رادیکولیت و همه دارن ایو برای فایده داره. برای پرستاتیت آدمی که پیشو تست میروند همه دا فایده داره ان شاء الله. باوری دارم فایده داره. برای اون برادرها کسانی که گریج دارن التماس خواهش میکنم که آرزوی ای بوچکا و گرم پر نکنید. این پر زلال دارن. برای من چی گفتن خدمات نگهبانتون باشه حرکت کنید. نمره ما هست. ما بعضی برادرها که میگن که در توریکسون نه ما حاضرش در مسکو امروز 27 ایول ما در دنیا فیدا بوچکا اومدیم. حرکت کنید برادرها. امروز پنجشنبه 27 بله 2024 ما داریم فتابوشکا راحت کردیم. میخوایم که دیگه برادرها رنگی ما راحت کنن. خداوند نگهبان باشه. باقی در خانه خدا.